آیا مردم خراجات زندگیشان را حساب کتاب میکنند؟ چقدر بسیار صرف کنید تنها بسیار مرتب میگیرن. چقدر کلان در کار که مثلا پول عاقب انداز شود. یک سامان صرف کند باید یک سامان دیگه ذخیره داشته باشد. در زمان حاضر دانش مالیوی برای فرزندان ما ضرور است. حساب کتاب رو در باغچه یاد میتن. و اگر نه همین مبلغ چه خیلی که داخل همین عائله شد متاسفانه از همین عائله برآمده میره. قدر پول رو البته اون شخصی میفهمد که و یک مرتبه دو مرتبه که از دست داد. مبلغ گرفتن یکم برای خرید ماشین صرف میکنن. انامو صرف نکردن اگر ما یاد گیریم اگر این خوب اول که یک درسی اداره کنی مالیوی است. به نزدیکی یک استراتژی ملی اوید به سوادناکی مالیوی قبول کرده می شود. واقعا همان زمان ما به موافقت مالیوی رسیده می توانیم که اگر ما خراجاتمان را با درآمدمان موافقت کرده توانیم.